دیگه از ناشکریه. ببین من همیشه میگم اندازه‌ای که خداوند برای تو گذاشته خارج از اون اندازه نمیده. یعنی یا باید ظرفتو بزرگ کنی شاید بهت بده. تا مادامی که ظرفتو همان اندازه‌ای است که هستی، هیچ چیز در این دنیا قرار نیست عوض شه، از جمله وضعیت مالی. این که بهتون گفتم قرار باشه زور اینو بزنی یا مثلا هرس اینو بخوری چرا من اونقدر ندارم، هیچی عوض نمیکنه. تو هر کاری کنی، یعنی تو آسمون رو به زمین بدوزی، چیزی که قرار باشه به تو بدن میدن، چیزی هم که قرار نشه ندن، یعنی مال تو نباشه، گفتم آسمون رو به زمین بدوزی بهت نمیدن، یعنی مال تو نیست. چرا؟ چون تو خودت نمیدونی، تو فقط میخوای، میگی که من اینو به دست بیارم، این مال منه. یه نگاه به ظرفت نمیندازی، یعنی نمیتونه انسان ظرف قابلیت اینو، شاید مثلا خیلی باید دیگه از اون درجه عرفانی بالا باشی بتونی ظرف خودتو ببینی. این که انسان ها اکثرا نمیتونن ظرف خودشون رو، فقط میگه بده به من، این مال منه، اون پوله، این ماشینه، این ویلاه، این زمینه، این فلانه، این مال من بشه. نمیگی من ازش استفاده کنم؟ چرا نمیگی من از این بتونم واسه خلق یه دنیای قشنگتر از این استفاده کنم، از این زمینه، از این ماشینه یه چیز زیباتر ارائه بدم به دنیا. این طرز فکرت نباشه، این مال من باشه، مال تو باشه ببری بذاری تو پارکینگت، مال تو باشه ببری قایم کنی به این و اون نشون بدی بگی من اینو دارم تو اونو نداری، غیر اینه بگی غیره. آره اونی که به ما اون چیزایی که میخوایم و نمیده یه چیزی میدونه داره، یه چیزا، خیلی چیزا رو دیگه هم میدونه، ولی ما همش ناشو. چرا به اون میدی؟ چرا به این میدی؟ به من نمیدی؟ چرا من ندارم؟ چرا باید داشته باشی؟ تا حالا به این فکر کردی؟ چرا؟ مثلا چرا تو لایق چی هست؟ چرا باید این همچین چیزی به تو داده بشه؟ این به این فکر کنی. خیلی شاید تو رفتارتون، تو سبک زندگیتون یه کارایی میکنید که این چرا را خودت میپرسی، میتونی اون کارایی که نباید بکنی رو انجام نمیدی، زندگیت هم دیدی از این رو به اون رو، یعنی اون نوره تو ذهنت و تو قلبت و تو همه جاد روشن شد، دست خودت. بعد آره از خودتون بپرسین که چرا باید بده؟ چرا باید بده؟ مثلا چرا باید به من مثلا اینقدر پول بده؟ مثلا که چی؟ من چی کار کردم؟ من کیم مثلا؟ مگه کم تو این دنیا آدم هست؟ مگه کم تو این دنیا موجود زنده هست؟ فقط مگه من چیم؟ اینو گفتیم؟ نگفت. اصلا میبینید وقتی که اون نوری که من بهتون میگفتم به واسطه بیداری روح انسان، نه بیداری جسم با یه تکون بیدار میشه، ولی اون بیداری روح که انقدر شیرینه من تجربهش کردم. 2 روزه دارم این بیداری رو تجربه میکنم. انقدر شیرینه هیچ پولی رو نمیخوام، هیچ چیزی که انسان ها دارن لهلهشو میزنن رو نمیخوام، حتی اون چیزایی که تا هفته قبل خودم میخواستم هم نمیخوام. من فقط این نور رو میخوام، من فقط این روشنایی در قلب و روح و بیداری میخوام، فقط هیچ چی دیگه غیر این نمیخوام.
وقتی که اینو داشته باشین انگار هزار میلیارد تو کارتتون. وقتی اگه این نور نباشه، اگه اون هزار میلیارد هم تو کارتت باشه، به درد نمیخوره. آخه یک کسایی هست خیلی تجربهش کردم، مثلا دیدین مثلا خیلی ها یه حدی از پول در میارن، دوباره ورشکست میشن، بلا فاصله همون وضعیت مالیشون برمیگرده به گذشته، مثل قبل پول دارن. من هم اون ور رو دیدم هم این ور رو دیدم، یعنی هم بی پولیه رو دیدم هم پولداری رو. خوب بوده، اندازه این که پولداری که میگم، اندازه این که مثلا یه چیزی از حد نصاب بیشترش رو در نظر بگیریم خیلی داشتم. آره، یعنی هم اون موقع رو یادمه، هم اون موقعی که واقعا هیچی نداشتم. جفتشو که میذارم بغل هم میبینم که من اصلا مشکلم پول نبوده، اصلا یه کاری انجام دادم، یا یه اتفاقی افتاده یه کاری انجام دادم، یه پولی اومده تو جیبم. ولی این که حالم خوب بوده، نه، اصلا خوب نبوده. اصلا نمیدونستم چی کار کنم، همین نمیدونستم پولرم برباد داد. یعنی الان مثلا شما که تو خونه نشستین فکر میکنین مثلا میگم این پوله الان بیاد میدونم، چون نه، نمیدونی. اگه همین الانم دوباره همون پولم بیاد، گذشته از اون یه مدت بتونی باش مثلا کارهایی که دوست داری رو انجام بدی. بعضی هم میرن دنبال عقدهایی که نتونستن برسن. بعد از اون به چی میرسی؟ بعد اون چی داری؟ مثلا دستاوردت اونه، اگه دستاوردت اونه بهش امیدوارم که برسی، بفهمی بعداً منظور من چیه. یه روزی به خودت برمیگردی میگی که این همه پول خب باشه، مثلا اینو دارم اونو دارم، الان دیگه همه چی دارم، ولی که چی؟ این که چیه مثلا باعث میشه نمیدونم. آره، پول همه چی نیست، ولی پولم خیلی خوبه. پول اگه نباشه انسان به خیلی راه کشیده میشه. پول اگه نباشه انسان گاهی بعضی از آدم ها خدای خودشون رو فراموش میکنه. پولم خیلی خوبه، ولی این که انسان با پول میتونه چیکار کنه، با پول میتونه چه دلایی رو شاد کنه، چه مریضایی رو کمک کنه که زود بهبودیشون رو به دست بیارن، اینا قشنگه. یعنی پول گفتم براتون قبلا مثال دادم، یه سر سوزن کوچیک آدم نمیتونه با خودش ببره اون دنیا. من که نمیتونم این سر سوزن رو با خودم ببرم، چرا؟ قصه چی باید بخورم بشم پولدارترین فرد قبرستون؟ یا مثلا بعد از من نسل بعدم همون جوری که من تلاش کردم برای به دست آوردن رسالت زندگی خودم، برای اینکه رسالت من در این دنیا چیه، که یه سریاش هم اهداف مالی میتونه باشه، نسل بعدم موظف همین کارا رو انجام بده. نسل بعدم باید من همه چی رو حاضر و آماده بذارم جلوی اون که خب به قول یارو گفتنی، خب بعد از من چی؟ بعد میخواد چی کار کنه؟ میمونه، ناتوان میشه، عاجز میشه، بعد از من نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه استفاده کنه از این دنیا. خاطر همین زیادم قصه نسل بعد نخون دیگه. بعد از اون دیگه چی؟ بعد الان من خودم یه روزایی فکرشو میکردم که مثلا این پول داره میخوان چیکار میکنم با این همه پول، چی فلان. باشون گشتم، باشون زندگی کردم، به خدا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اون کسی که تو بهش فکر میکنی من حد پول داری، مثلا من اینو میگم، کسی که مثلا 30 تا 40 تا مثلا 30 تا 40 تا خیلی هم ماشین 30 میلیاردی 40 میلیاردی، فقط اون چیزی که من دیدم، چیزایی که من ندیدم کار ندارم، جلو ویترینشه فقط، میدونی؟ باشون گشتم، زندگی کردم، دیدم بابا نه، اصلا تفاوت، اونم نفس میکشه، اونم راه میره، اونم غذا میخوره. حالا شاید مثلا نون یک کمی چرب و چیلی تر باشه، اونم همون غذا رو میخوره، اونم همون هوا رو نفس میکشه.
اونم با همین مردم در ارتباطه. میدونی زیاد فرق میکنه اینو متوجهم، ولی اون فرقی که انسان فکر میکنه من دیگه حق زندگی کردن ندارم، فقط اونی که باید زندگی کنه چون پول داره، نه اصلا این شکلی نیست. یعنی اگر این فکر رو میکنی، نه، شاید اونا کارایی رو ما میتونیم انجام بدیم که مثلا از اونا پولمون کمتره، اونا نتونن انجام بدن. مثلا من میتونم برم یه فلافل خوشمزه بخورم، ولی مثلا اون به واسطه قدرتی که داره، به واسطه سرمایه و پولی که داره، جایگاهش بهش اجازه نده، یعنی مردم قضاوتش کنن، نره مثلا اون فلافل بخوره، نره مثلا اون کار انجام بده. میدونی اینا هم در نظر بگیری. مثلا تو بی پولی خیلی چیزا هست، تو بی پولی یه سری چیزا هست که تو پولداری نیست. یعنی آدمی که پولدار باشه، یعنی از بچگی پولدار بوده و پول زیر دستش بوده، سعی میکنه همه چیزو با پول درست کنه. یعنی مثلا بزرگ میشه، میره مدرسه، مشکلی بین همکلاسیاش به وجود میاره، اذیتش میکنن، با پول میتونه واسه خودش دوست بخره، با پول میتونه همینجوری رشد کنه، بره دانشگاه، همینجوری برای خودش دوست پیدا کنه، استفاده کنه. با پول فقط کار را میندازه. میدونی اینو من دیدم، با پول همینجوری داره واسه خودش زندگیشو را میندازه. ولی اونی که پول نداره اصلا دقت کنید سبک زندگیش اصلا جوریه که خودکفایی از اون آدم میباره. یعنی از دور نگاه میکنی، از همون دوران مدرسهش میبینی که سر میز یه جوری نشسته، یه جوری درس میخونه، یه جوری پیشرفت میکنه که اصلا میدونه نیازی نداره من این آدمو بخرم، نیازی نداره من واسه این خرج کنم. میدونی این خودکفایی است که پول نباشه اینا شکل میگیره به واسطه چیزی که خداوند در زندگی و مغز ما مثل یه تراشه قرار داده. انسان در تنگنا تو محدودیت ها میگه ستاره میشه، تو محدودیت ها میتونه تلاش میکنه، اینه که خود واقعیشو به دست میاره و خودش میتونه برای خودش یه جایگاهی در این دنیا به دست بیاره. این جایگاهی که با پول به دست نیومده، جایگاهی که با پول به دست بیاره. یعنی اون مثالی که براتون زدم، این که با پول تو خیلی کارا رو بتونی انجام بدی، درست میشه، واقعیت داره، ولی یه روزی اگه پول نبود، اون موقع است که هیچ جایگاهی نداره، اون موقع است که کارت لنگه. بالاخره یه روزی پول تموم میشه و خودت باید ناجی خودت باشی. ولی تو اگه شنا رو بلد باشی، دیگه نیازی نداری بری به این بگی پول بدی بیا من غرق شدم نجاتم بده. این پول برای تو، من نگاه کن منو شنا میکنم غرق نشم. ولی وقتی یه کسی که از بچگی بی پولی رو تجربه کرده، سختی و نداری و مشکلات و رنج و با تمام وجودش احساس کرده، تو نمیتونی به اون بگی نمیتونی همچین کاری بکنی، نمیتونی به فلان جا برسی، نمیتونی فلان چیزو به دست بیاری. به اون نمیتونی این حرفو بزنی، ولی به پولداره میتونی بگی. پولداره، آره، پولش ازش بگیر، ببین میتونه این چیزایی که تو به دست میاری در طول روز. این که همش فکر کنیم همه چیز پوله، باور کنید نیست. پول خیلی ارزشمنده، خیلی مقدسه. پول به واسطه چیزایی که انسانا بر ما درست کردن، این شبکه‌های ماتریکس بر ما درست کرده، با پول میشه هزینه یه پزشک رو داد. یه بچه، یه کودک مثلا که نیاز به معالجه و دکتر داره، با پول میشه مثلا این کار قشنگ و شیرین رو انجام داد. با پول مثلا به عقیده من میشه یه شکم گرسنه که خیلی وقته مثلا رنگ هیچ گوشت یا یه غذای پروتئین داری رو عرضم به حضورت نخورده رو، با پول میشه این کارهای قشنگ رو انجام داد. ولی
اصلا بقیهش به نظر من فقط واسه تجملات. نمیدونم این که بذاری رو هم و بذاری رو هم و بذاری رو هم و بذاری بری یعنی بذاری بری، اینه تاش. یعنی من الان به جز این در این سن چیزی نمیبینم. شاید ممکنه یه مقدار سنم بره بالاتر چیزای دیگر ببینم، ولی الان به جز این چیزی دیگه نمیبینم. چون الان پدر من خودم رو یادم میبینه هر روز جلو چشمای من با کمال شرافت و کمال مردانگی در این دنیا پول حلال به دست آورد و شب و روز تلاش و تلاش و تلاش و تلاش همه رو جا گذاشت. حالا همه رو میگم، فکر نکنید ما میلیاردریم، فکر نکنید ما خیلی پول داریم، نه، یه زندگی معمولی کارمندی که خدا رو شکر میکنم اگه کارمند نبود، کارگرم بود، کارگر نبود، هر چیزی، اصلا طبقه بندی واسه شغلا ایجاد نمی کنم که بی احترامی به کسی بکنم. هر شغل و هر جایگاهی واسه خودش ارزشمنده و شرافت مهمه که خیلیا به واسطه مثلا اون صندلی و اون خودکاری که دارن اون شرافت انسانیشون رو زیر پا میذارن و فکر میکنن این مدل زندگی حق اوناست. نه، این پولا میگم مثل یه امپراتوری که با ابر ساخته میشه، با اولین خورشید همش به زمین برمیگرده. این که پدر من با شرافت و زحمت پول در آورد و من این که سر اون سفره بزرگ شدم خیلی 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 خوشحالم و دوست دارم اگر روزی من قرار شد بچه دار شم، فرزندم چیزی رو یاد بدم از نسل به یه نسل دیگه، قطعا اولین چیزی که به او یاد میدم همین که شرافتمندانه زندگی کنه و در قبال اینکه پول به دست میاره هر کاری رو انجام نده و اینکه اون پولی که به دست میاره بدونه از چه راهی به دست میاره. اینکه خیلی ها الان ندارن اینو بفهمین، نخواستن هر کاری رو بکن. اینکه هر کاری رو نکنی و بتونی چجوری بگم شرافتمندانه زندگی کنی، این خیلی سخته، خیلی سخته. من نمیدونم اونایی که شاید زندگی رو دوششونه خرج چند نفر رو به گردن گرفتن اونا میفهمن. ببین شرافتمندانه زندگی کردن خیلی سخته، مخصوصا به واسطه ماتریکسی که انسان ها برای ما درست کردن، هزینه هایی که برای ما تراشیدن و هزینه هایی که ما مجبور نیستیم اونا رو پرداخت کنیم برای ما تراشیدن. واقعا شرافتمندانه زندگی کردن، دزدی نکردن، مال کسی رو نخوردن کار سخت. من برم